شنیده اید ما را بر آنچه تراوشات قلب و روحمان بوده و هست. خواسته اید که ما بخوانیم و شما بشنوید. این بار ما را متفاوت از آنچه گذشت بشنوید. رادیو اتاق شیشه‌ای از کهن‌آوا. به نام خداوند شعر و غزل، به نام خداوند عزوجل. سلامی به گرمی نان و تنور، سلامی به یاران سنگ صبور. دوستداران رادیو اتاق شیشه‌ای و یاران همیشه همراه، دلتون پرمهر، روزتون پر از رحمت و زندگیتون پر از برکت الهی. آرامتر سکوت کن. صدای ثانیه های بی تو بدجور آزارم می دهد. Στο γαλάζιο των μάτιων σου, μες στο βάθος των χείλιων σου, πάρε με, ταξίδεψέ με στις αγάπη σου της άλλη, στον όνειρον σου την άκρη, πάρε με, ταξίδεψέ με. یه استخر پر ماهی بهتره یا یه عالم ماهیگیر؟ به نظر من هر دوش. پس هم باید کار باشه هم نیروی کار. مسلماً اولی واجب تره، چون دومی به وفور هست. افسردگی و بیکاری رابطه‌ای تنگاتنگ دارن و اکثر افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند دچار افسردگی می‌شوند. خانه من بر ستونها و زندگی من بر کارم استوار است. با برداشتن ستونها خانه و با بیکاری زندگی من را می‌گیرند. من در انزوای بیکاری شادی را جستجو می کردم که شبانگاهان قصه از آن می گفتند و خوابهایی که کابوس‌های زیبا بودند و من هرگز نفهمیدم چرا از آنها هراسیدم. غمگینم و گویی آسمان هم با من همدل شده و به هوای تو اینطور غم‌انگیز می‌بارد. اومدم مثل یه ببر کینه توز، حقمو بگیرم و شبانه روز عقب شغال قاتل بودم، بی خبر از اینکه با دیدن تو، دیدن حالت خندیدن تو، خودمم قاتل این دل بودم. یکی از عوامل مهم در جلوگیری از بروز پدیده بیکاری، ایجاد رضایت شغلی برای افراد است. کافه‌ای زدم با منوی جنجالی، موهیتو با طعم بیکاری، اسپرسوی تلخ تنهایی، چای سبز، چای به با طعم بیحالی. عاشق یک ردیف منو هستم، فنجان گل سرخی خالی، خالی و ساده با طعم ارزانی. قاصدک ها بیکار نشستند و ته فنجان های قهوه خبر شیرینی نیست. سال هاست جاده هایی که به تو میرسند در دست تعمیرند. داشتن شغل در سلامت روان بسیار تأثیرگذاره. اما به این دسته از افراد باید گفت دوست عزیز، دنیا به آخر نرسیده و هیچ وقت ناامید نباش. خودتان را برای دیگران آرام آرام ورق بزنید، چون اگر تمام شوید سریع میروند سراغ دیگران. شب‌های تنهایی هرگز به اتمام نمی‌رسند. از زمانی که تو رفته ای، امید هم از اینجا پر کشید و رفت.
تکیه کردم بر وفای او، غلط کردم غلط باختم جان در هوای او، غلط کردم غلط عمر کردم صرف او، فعلی عبس کردم عبس ساختم جان را فدای او، غلط کردم غلط. من غزل به دست تو ندادم که ناخوانده پاره کنی، من دل دادم که گاهی از سر بیکاری غربتم را ورق بزنی. همیشه به یاد داشته باش آنچه را از دست دادی برای تو آفریده نشده و آنچه برای تو باشد از دست نخواهد رفت. خسته‌ام از این زندگی تکراری، از این همه گرفتاری و بیکاری. مثل پروانه به شمع چشم دوختم، در پی کار از جان و دل سوختم. پروانه اگر سوخت به معشوق رسید، من خسته از این زندگی تکراری. اشتغال جوانان تجربه‌ای برای احساس قدرت، کنترل و رضایت اونهاست و شکلگیری و ثبات بیشتر، هویت و تقویت عزت نفس و احساس ارزشمندی رو در زندگی اونها به وجود میاره. هیچگاه نفهمیدم دوست داشتن چرا این همه غم انگیز است. هیچگاه نمیفهمم چرا میگویند آدم‌ها با قلب‌هایشان عاشق میشوند، وقتی که من همیشه عشق را در گلویم احساس میکنم. Δες καμιά φορά η ζωή εκπλήξεις που σου κρύβει, μέσα σε έχει κι αξαφνά σε βγάζει από το παιχνίδι. Δες αγάπη μου κι εσύ τι μου είχες φυλαγμένο, νόμιζα πως μ' αγαπάς μα μ' είχες τελειωμένο. روزگاری است که در بیکاری جسم می نشینم لب دریای افکار، هم نشینم صدفی است که مروارید به دوستانش می بخشد. ناگهان موجی می آید و می برد کوله بارم را، عاقبت در چاره جویی می گویم این بار کوله باری خواهم ساخت. قلبی خاکی داشتم، آدما خیسش کردند، گل شد، بازی کردند، خشک شد، خسته شدند، زدند شکستند، خاک شد، پا رویش گذاشتند و رد شدند. Το αίμα μου μπορούσα εγώ για σένα ναι να δώσω, το είναι μου και την ψυχή να σου τα παραδώσω. درسته که به آرزوهات نرسیدیم، اما بدون که ما قوی میشیم. از همون جا که ضعیف شدیم و رشد میکنیم از همون جایی که زخم خوردیم. همیشه به یاد داشته باش آنچه را از دست دادی برای تو آفریده نشده و آنچه برای تو باشد از دست نخواهد رفت. غم انگیزترین چیز اینه که وقتی احساس میکنی که واقعا ناراحتی یه نگاه به اطرافت میندازی و اون موقع میفهمی که واقعا هیچ شونه‌ای برات وجود نداره. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. خدایا امیدوارم فاصله بین فارغ و تحصیلی تا اشتغال کمتر و کمتر بشه. امیدوارم اگر به کسی گفتیم هنرمندیم نپرسد شغل اصلی تو چیست. میگن درد رو از هر طرف بخونی میشه درد، ولی درمان رو از آخر بخونی میشه نامرد.
پس مواظب باش واسه دردت به هر درمانی تن ندی. معتقد بود که سرچشمه همه عیب‌های آدمی دو چیز است، یکی بیکاری و دیگری اعتقاد به خرافات، و دو فضیلت نیز بیشتر وجود ندارد، یکی کار و دیگری خرد. جای زخماتونو به دوستای صمیمیتونم نشون ندین، چون فقط کسی میتونه به اون زخم لگد بزنه که جاشو بلده. Amore, amore mio, la luce del mattino. Amore, amore mio, sei tu. In ogni tuo respiro. Amore, amore mio, c'è un angolo di cielo blu. Sei tu la più bella del mondo. Sei l'unica stella. یکی از عوامل مهم در جلوگیری از بروز پدیده بیکاری، ایجاد رضایت شغلی برای افراد است. خودتو غرق کار میکنی، غرق درس، غرق زندگی. میترسی که نکنه یه وقت بیکار بشی و یادت بیاد چقدر تنهایی، چقدر دنیات خالیه، چقدر هیچ کس نیست. در هیاهوی زندگی دریافتم چه بسیار دویدنها که فقط پاهایم را از من گرفت، در حالی که گویی ایستاده بودم. چه بسیار قصه ها که فقط باعث سپیدی موهایم شد، در حالی که قصه‌ای کودکانه بیش نبود. دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود و اگر نخواهد نمی شود. اومدم مثل یه ببر کینه توز، حقمو بگیرم و شبانه روز. عقب شغال قاتل بودم، بی خبر از اینکه با دیدن تو، دیدن حالت خندیدن تو، خودمم قاتل این دل بودم. دعا کنیم خوشی ببارد، صلح باشد و عشق، و زمین جای قشنگی بشود برای زندگی. قانع کسیه که اهل بهره‌وریه، غنی کسیه که احساس بی‌نیازی میکنه، و ثروتمند کسیه که مایملک منقول و غیر منقول زیادی رو با زحمت به دست آورده. ترکیب ثروتمند غنی قانع زیباترین ترکیب دنیاست. همراهان و دوستان همیشگی، از اینکه تا این لحظه با ما در رادیو اتاق شیشه‌ای همراه بودید بسیار خرسندیم. تنی سالم، لبی خندان، رزقی افزون، تقدیری بلند با عاقبت بخیری، و یک دنیا خبرهای خوش برای شما آرزومندیم. تا درودی دیگر، بدرود و حق نگهدارتون.